در این کتابخانه تاجیکان این کتابی روی دست بالای روی میز کاری ادیمه دولتوف است. او معلم فنی تاریخ نیست، یک خوجگیدار است. مقصدش از مطالعه این کتاب است که از تاریخ گذشته ملت خود تاجیکان خوبتر آگاهی پیدا نماید. بعد آنکه از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت پیشنهاد گردید، این انسان کتاب دوست و میهن پرست مراتبه دیگر کتاب تاجیکان را همه روزه ورق میگرداند، اکنون جدیدتر و با دقت. کتاب تاجیکان این آینه ملت است. خوش به حال آن دولتی که با نام کتاب داره. این با هر ملت، حتی ملت روس ممکن خیلی کتاب نداشته باشه. یعنی بابا جان غفور توانست که ای قرن اسرا از ویرانه ها، از تخانه ها، از جایی که اجنبیان پنهان می داشتن گوهر رو بردارد و این ملت به جهانیان معرفی کنند. و امروز من فکر میکنم هر یک تاجیک پیش از همه باید که از این کتاب واقف باشه. ما دونیم که کیم، باید خودشناسی ما باید بلند باشه، ما دونیم. برای من فکر میکنم که برای هر یک انسان از جهت مذهبی اگر به نام خدا اگر ما مسلمان هستیم کتاب قرآن کتاب بالای چمیزی ما باشه باید یاد البته تاجیکانه. آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت در این خصوص نظامنامه آزمون را دسترس نموده امر پرزیدنت کشور را سریع می شمارد. وقتی که آزمون اعلام شد در مطبوعات دوری همه چیز برآمد، همین را ما گرفتم در کتابخانه ما که سوال نامه رو الکی گرفتم. زیاده از 1000 سوال هست. انا ما بعد خواندن کتابی تاجیکان رو از نو شروع کردم. این دفترچه‌ای که در دست دارم همین قیدهای همین کتاب‌ها قیدهای کتاب‌ها و هم میخوانم هم در برابر این با سوالای همین برای خود جواب میگیرم. انا که در آزمون اشتراک کردن نکردن را با یک خلاصه عمیق نامدم خیلی اول آماده شوم بعد میبینم. ادیمه دولت یکی از نفرانی با معرفت نایه فرخار است. در دهه زالیزر دهات دهقان‌آباد این حجره منزل استقامتیش کتابخانه می باشد. در افهای آن کتاب‌های نادر از ایجادیات ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک گرد آورده شدند. او میگوید که قسم زیادی وقت خالیگیش را همینجا با مطالعه کتاب با ثمر میگذراند. کتاب یک چیزی که بها ندارد. کتاب یک رفیق هم یک روز یک بچه خالگی من که گرست سوال داد که تمجو زیغ نمیشه. خیلی مقصد ایده همه جمعه و آدمای یا رفیق چیز من گفتم چی واسه میشه؟ من قطعی بیدیل حافظ سعدی علی محمد مرادی بازار سابق گلخسار صحبت که گشتم با گشت گفت که های همسایه هم تنم دارن. ما گفتم نه هم بیدیل حافظ هم میو قطعی هم ورق میام از سعدی یک ابیات میو یک تو بگره لذت میبره. انا می کتاب ادیمه دولت و فرزندان را هم در روحیه کتاب دوستی تربیت نموده است. دعای پدرانه او با فرزندان او میگوید کتابخوان شوند و کتاب دران نه. با چنین مهر و صداقت نسبت به کتاب او با آزمون جمهوریوی تاجیکان آینه تاریخ ملت آماده می شود. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه فرخار برای برنامه اطلاعاتی نوید.